بکن بانو سحنا بانو زیبا خاصیت بانو آرتی قوار دعوت بکن برای من خاصیت یک قرصک بدن از وادی زرافشان با دیدار شما آمدن یک ترانه زیبا مرحبا مرحبا پر خاصیت پسرا با خاطری حالا ابی بس بی دامادی و خاصیت مرحبا پر خاصیت امروز پر خاصیت کشوم بریوک دارم یک قرصک بزنم خاصیت بانو یک تبریکاتی تورانه میکنم با خاطر مادرم دستا با من قرصک قدی قیقاساش یک سه ای شما همه وقت زوری مرا بده پر خاصیت بسرا خاصیت بانو آرتی خواه خاصیت در شهر کولا در طرف خانه آزادی با دمت که کامی مرا بده پر خاصیت بسرا اگر نمیبادیم دیپورت نکردم پارور اگر پیرو مرحبا خاصیت گل بردن بازار بابا رحمان مرمتون خرید یک دو گوشوار بابا رحمان مرمتون خرید یک دو گوشوار بابا رحمان مرمتون گوشوار در گوش کردن بابا رحمان مرمتون شمای بیهوش کردم بابا رحمان مرمتون بابا رحمان مرمتون ببینی اون خورمتون میگم یک گپ دارم تون ببینی اون مرمتون رقم تلفوناتون ببینی اون مرمتون شبانگه ها زنزنم ببینی اون مرمتون درونی باغ برمتون ببینی اون همورتون بابا رحمان همورتون بخاطر همین ستونای خانواده هر یک خانواده بخاطر اپاهای عزیز بانو زیبا سرانده انسبل دریا لاله بانو عزیز ما تشریف آوردن یک قرصک میزنن بانو زیبا لاله رو دعوت میکنه مرحبا کشتم بریم دارم اپا لاله پسرا یه مقادی زرافشان بدیدان شما آمدن لاله عزیز ما لاله بگی اپا بگی بگو بگی اپا بگو چشمانی تو چندین بزنن در نظری من جیومی سمری من هوای پر از میوه و گل‌های تری من نیلوفری من ای گوش چپری من باشی تو همیشه نوری بسری من با دعوت که کامل از یک هنرمند دعوت بکنم این هنرمند اگر 4 میلیون دلار بدی با این طرف خانه آزادی را نمی آید یکی بیچاره در 13 سامان آمد 13 سامان پالی پاکی بنزین این هنرمند شما بارور زنده میبینید این هنرمند تمام روی دنیا میدانه هنرمند مردمی جمهوری هندوستان بارور در تاجیکستان بارور در شهر کولا بارور در توی دادن ما دولت شاروخ خان حضور دارد یک قرصک و چکار پای شاروخ خان اکن شاروخ خان میزنیم مجا اکن بگم اپا خاله بیارده باری میشه خال بمانیم اکن شاروخ خان تمام مردم پیر دنیا میشناسن پیر برنا شما یک لحظه خاموش بشه که بگیم که توی تاجیکیه به زبان هندی اکمای همه جا اکن دارم شاکر خوبا اکمای मैं तुझसे प्यार करता हूँ दिल के है मोहब्बत है मर्दों में है तौजिक है शारी बाज़दानी कुलाब है मेहमाना है अपहा है खालहा है कंपीरा है सफेदा है तू ये है सगरा डाला है बारी बाला है गपरशा नजर है आयब जम्मे मर्दों है हम कुर्साश है اکن شاروخ خان بسرا برای مردم کولاب برای بانوان زیبا برای مادران شاروخ خان در خدمت ما و شماست اما کی من اکن شاروخ خان بسرا اکن شاروخ خان بسیار ناز نکه که مردم کولاب و خلاص دوسته میداره بسیار ناز کنی ای هر طرف کلوخ ہے بخلص که ہے بعد پیشانی بلوخ ہے بعد کپا
मौजूद है हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी कितना भी तुम समझोगे अपनी होगी हैरानी थोड़ी हमने होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हमने सच्चाई है थोड़ी बेईमानी फिर बेदिल है हिंदुस्तानी फिर बेदिल है हिंदुस्तानी फिर बेदिल है हिंदुस्तानी फिर बेदिल है हिंदुस्तानी مادرای عزیز با اکب جبارم خواهش بکنم یک ترانه با آواز نگینه بانو راه پا به خاطر علم با مادرای عزیز یک دو بیتی دوست فراموشم نکن یادم کن خاکستری کوچک شبم بادم کن گر بد باشم لعنتی دنیا بر سرم گر نک باشم یگان یادم کن یاری من به وفاست میدانم سخن آشنا و جاست میدانم یاری من به وفاست میدانم سخن آشنا و جاست میدانم بارکی من همیشه میزنم دلم از اون سیاست میدانم بارکی من همیشه میخندم دلم از اون سیاست میدانم یک خرسک میزنیم بعد خیلی عبدالجبار عظیم اکی یک لطیفه بگو بعد با نوبت برخص بازی میتیم اکی جا مقصد درباره دزنای ایکش که دزن نداره نگه بخاطر دزنا بگو بخاطر دزنا یک مردک دزن داشته زنی مثلا یکم باید زنی دیم نکی میفورده شد فقط زنی پیش زنی دیم بروه دیگه هیچ بحانه این نمیاوه بعد زن یکم فیرات بکنه نگه ایچا بیا سرم ندانی قانون برامده کدامی که دزن داره یک زن شب باید بکشه این زن یکی بگم انا قانون بسیار قانون خوب زن کشتن همون بیوی دهیمه داره این قکرداکی ایکیه ایما بکشی هم زنی دیمه بکش نگه کارچه رو بیار کارچه گو کشی رو بیار بعد کارچه رو میتر نگه من مردم در رو بکشش باید بیار نگه پیش اون زنی دیمش همسرگیش نبیده بعد میرود نه زنی دیمش کشتنی میرود یک ساعت دو ساعت درکی شوش نیست بعد این زن یکی بسیار خواتین میشود میگه که برام بینیم زن شوم زنی دیمش چه خیلی کشته ایستا باشه بعد میرود که ببینه که زینه در بالای بام موندگی حیران میشود بعد نگه خمون که در بالای بام کشته ایستا باشه بعد قدم زده بالا میبینه که شوش قدی زنی دیمش ای شیشرد بوسابوسی بزیم کشته ایستاست این زنی یکم آه بکشه میگه پیرخان کشتنش کم خیلی بود اول برای نکشتی خب دوستان از این سخن زیاد نمیکن نوبت با باز نوا صوت و سرود تحت کف کمی های برنامه شما باز برای سنت دعوت میکنیم هنرمند خب یک قرصک بزنیم یک بار دیگر بعد خالی شوروسی نازنین یک بار دیگر همه شما را با این تالار بر هوای طرفخانه آزادی خوش آمده میگیم بسیار اکولت اکام بگیره هم یک آدم بسیار التماس که اکولت اکام اما اکام همین توی چی دخل داره خاله ها یک خواهش اکولت اکام بگیره